قانونی یازی که ویلی که اگر احمد شاه مسعود زنده می بود پدر پاکستان جرات نمیکرد که افغانستان رو بمبارد کنه. راست میگی، من که تیر تایید میکنم. چون اگر احمد شاه مسعود زنده می بود، ربانی زنده می بود، یا شما اشرارزاده های بی فرهنگ او باشی چکچوری قاتل ظالم تروریست اگر شما در داخل افغانستان می بودین، ابدا پاکستان جرات نمیکرد که تیارای خود بلند کنه و تیل مصرف کنه و خود از جنجال پرته و خود ملامت بکنه و مستقیم وارد جنگ شود. برعکس براتون زنگ میزد، مثل که سابق زنگ میزد، میگفت که احمد شاه مسعود اینی هدف اینی پل چک اینی پای برقبه پران برش میپران. چرا دیوانه خانه بود که بازی تیاره خود بلند کنه؟ با امیر رقمال اگر تو افغانستان میبودی تیاره خود والا بلند میکرد، برات زنگ میزد که یونس قانونی اینجا رو پران میپراندی. مثل که پراندی نه. پس بیادر عزیز گپت ما تایید میکنیم. امی لحظه اگر شما دوزا و لندغرا در افغانستان میبودین، به خدا که تیاری خود بالا میکرد. خودتان زنگ میزد، چون شما مزدورشان هستین، نوکرشان هستین و ثابت هم است. و یک چیز دیگر به می لندغرا میگم، او لندغرا مردم افغانستان هیچ لازمیت نداره به شما. به خاطر دفاع افغانستان برای شما هیچ ضرورت نداره. اونجا چنان شیرای خواب است که سرشان با اسمان میرسند. صدها جوان برادر عزیز از پنشیر ما آماده رفتن به جنگ شد، از بدخشان ما، از تمام 34 ولایت ما برادر عزیز از وطن خود، از مردم خود دفاع میکنه. شما موبایل دوزای لندغرای چکچورای دنبورچی ها قرار در جایت بشینین. شما حیثیت ندارین. یکی دیگهش در موتر نشسته، یک او بردرایوری بیعقل است نشسته ات مسلکی بازگاه میزنه. والا ما اطلاعات خود به کشور دوست پاکستان میگن دادیم دیگه، تا 24 ساعت آینده اهدافی را که ما برشان دادیم او را بمبارد خود کردن. واضح نشان میده که اینا برادر عزیز میگه ما جاسوس هستیم، افتخار رو میکنه. مردم افغانستان یادداشتاش انشالله قدر ضعیف نیست. من بعد هر کار کردین خوب است که جنگ شد که دوست و دشمن شناختیم. کلتان یادداشت کرده پاسخگو خود بودین انشالله مع الخیر. کل اگه الهتان بتا خمه الهتان نمیتون به زور پروردگار.